بودو بیا که راحت ترین و شیک ترین شیرینی واسه پذیرایی از مهمونات که نه فر میخواد نه همزن و برات آوردم. یعنی فقط بگو اصل منه شکر منه دونه دونه جانم کنه. یادت نره سیوش کنی یا. اول از همه یه بسته بیسکویت پتیبو رو بریز توی خورد کن و خوب پودرش کن. حالا که پودر شد مغز دلخواه تو با 5-6 تا قاشق شیر عسلی قاطیش کن. خوب ورز بده تا یه خمیر این شکلی در بیاد. خمیر رو بذار کنار. قالب سیلیکونی تو بردار. کف قالب رو خوب چرب میکنیم تا شیرینیمون راحت جدا بشه. به دلخواهتون اگه دوست داشتین با گل محمدی و هر مغزی که دوست داشتین کف قالب بریزید تا شکلاتتون خیلی خوشگل تر باشه. حالا یه مقدار شکلات سکه‌ای رو بذارین بنماری کنید. کف قالب و شکلات میریزیم. خوب قالب رو تکون بده تا هوای شکلات خارج بشه. 10 دقیقه بذارش توی فریزر تا ببنده. حالا که در اومد با اون خمیری که درست کردی تمام این قالبا رو پر کن و دوباره 10 دقیقه تا یه رو دیگه بذار توی فریزر. حالا درش بیار ببین چی شد. یعنی خوشگل ترین و شیک ترین شیرینی رو واسط گذاشتم تا بتونی 3 سوته از مهمونات پذیرایی کنی.